سلام، من اومدم با یه ویدیو دیگه. به کانال من خوش اومدی. امروز میخوام بهت یاد بدم چجوری میتونی دوچرخه رایگان توی انگلیس بگیری. کسایی که توی انگلیس تازه اومدن خیلی نیاز دارن به چرخ، پس حتما ادامه این کلیپو ببین، بهت میگم چجوری چرخ رایگان بگیری. حقیقتش تو این کشور خیلی چیزا رو میتونی رایگان داشته باشی، فقط باید راه و روشش رو بدونی. به خصوص ما ایرانیا دیگه دهن این کار رو سرویس کردیم، یعنی ایرانیا حرفه‌ای ان تو رایگان گرفتن مواد غذایی، رایگان گرفتن دوچرخه، رایگان گرفتن خط، اینترنت، خیلی چیزای دیگه، لباس، خیلی چیزا دیگه. همه این چیزها رو بهتون یاد میدم چون منم یاد گرفتم. بالاخره منم ایرانیم. یکیش این دوچرخه است که امروز بهتون حتما آموزش میدم چجوری ریجستر کنین و دوچرخه رو بگیرین. یکم طول میکشه، 1 ماه 2 ماه، ولی ارزشش رو داره. دوچرخه خوبی میدن. یکی از این دوچرخه ها هم همین دوچرخه که میبینید اینجا دوچرخه منه. حالا ازشم فیلم میگیرم بیرون. یه چرخ دیگه هم بهم دادن، اونم ازش فیلم میگیرم، بعد روشش هم بهتون میگم. امروز میخوام بهتون بگم راز گرفتن دوچرخه رایگان توی انگلستان. من این دوتا چرخو، یکی این چرخ، یکی یه چرخ دیگه، صورت رایگان کاملا گرفتم. ادامه کلیپ رو ببینید که بهتون بگم چجوری میتونید دوچرخه رایگان توی انگلستان بگیرید. خب همونطوری که گفتم تو انگلیس خیلی چیزا گرفتنش رایگان خیلی راحته. ما ایرانی ها خیلی قشنگ میتونیم پیدا کنیم چیزای رایگان. یکیش دوچرخه است، مواد غذایی، لباس، هر چیز دیگه که فکر کنید. اینجا یه سری چریتی هست که میتونید رایگان بگیرید. همه روشاش هم تو کلیپ‌های آینده بهتون میگم. امروز میخوام چرخ رو بهتون بگم، چون که کسایی که تازه میان به انگلستان مهاجرت میکنن خیلی نیاز دارن به چرخ. یعنی چرخ خیلی کاربرد خوبی داره براشون. میتونن برای خودشونو و اعضای خانوادهشون ریجستر کنن. حدود 1 ماه 2 ماه طول میکشه تا نوبتتون میشه و میرید چرخی که دوست دارید رو برمیدارید. چرخهای دست دومه ولی خیلی خیلی تمیز و خیلی حرفه‌ایه. میتونید برین انتخاب کنین و حالا به ازای هر کسی که ریجستر کردین همون تعداد میتونین چرخ بردارین. مثلا من برای خودم و مادرم ریجستر کردم، یه چرخ برای خودم برداشتم، یه چرخ دیگه هم اون طرف که برای مادرم گرفتم. میتونین ببینید خیلی چرخ حرفه‌ایه و اینجا خوبیش به اینه که شما وقتی چرخ رو میگیرین بهتون یه دونه قفل میدن، قفل رایگان، یه دونه کلاه بهتون میدن که ما ایرانی اصلا استفاده نمی‌کنیم. خودم من استفاده نمی‌کنم، فقط برای کلیپ استفاده کردم. و یه چراغ قوه میدن، این چراغا میدن، یکی برای جلو یکی برای عقب. به ازای هر چرخ یه کلاه، یه دونه قفل و یه دونه چراغ برای چرختون هم میدن. و اینکه 5 پوند هم بهتون میدن برای کرایتون که بتونین برگردین. یعنی میرین اون مکان از هتلتون، بهتون پول کرایه راه هم میدن که برگردین، بتونین برگردین به هتلتون. این قضیه فقط توی لندنه، من نمیدونم شهرهای دیگه هست یا نه، ولی این چریتی فقط مال لندنه. میتونین ریجستر کنین و چرختون رو بگیرین. خب الان جزئیات چرخ هم من بهتون نشون بدم. ببینید چرخهای تمیزی واقعا میدن، یعنی چرخ دست دوم هست ولی چرخهای خیلی، مثلا این چرخ تایوانیه، تاشوه، بعد صندوق عقب ماشینم جا میشه، سرعتش هم خوبه. خلاصه کلا چرخ خوبیه، یعنی واقعا میارزه مفتی رایگان بگیرین. این چرخ هم که میبینید چرخ جیانته، مارک خوبیه. کلا چرخ خوبی میدن. مثلا این دنده ایه ولی اون دنده ای نیست. همونطوری که گفتم باید به یه آدرس ایمیل شما ایمیل بزنید و حالا به انگلیسی هم با ایمیل بزنید. اگر انگلیسی بلد نیستین یه دوستی میتونید کمک بگیرید. و اینکه شرطش اینه که فکر کنم باید حتما پناهنده باشین. ببینید شما هم میتونید ایمیل بدید و هم میتونید به این شماره واتساپی که روی صفحه هستش پیام بدین و درخواست دوچرخه بدید که اون بهتون میگه چی کار کنید. ببینید وقتی که من پیام دادم بهش، این دوتا روش رو بهم پیشنهاد داد. حالا اگر انگلیسی بلدین که چی، اگه نه بلد نیستین تو گوگل ترنسلیت میتونید بزنید
روش اول از طریق رفرال ها هستش. روش دوم هم میتونید خودتون اول هر ماه ساعت قبل از 9 برید توی وبسایت رو ریجستر کنید. حالا اگر هم هر مشکلی داشتید میتونید با این شماره واتساپی که نشون دادم بهتون تماس یعنی سوالتون رو بپرسین و بهتون جواب میده و کمکتون میکنه دقیقاً باید چی کار کنید و چه مدارکی بفرستید. ببینید اگر اون شماره واتساپی که دادم بهتون جواب نداد، یعنی نتونستین اقدام کنید، یه ایمیل هم بهتون میدم که کارمند همین شرکت، یکی از زیر مجموعه این شرکته، اون میتونه کمک کنه بهتون. هر دو تا روش شما اقدام کنید، یکیش بالاخره جواب میده. به اون آدرس ایمیلی که توی اینجا براتون میزنم ایمیل میدین، توی کپشن هم مینویسم براتون که من نیاز دارم به دوچرخه و اونا براتون میفرستن که چه مدارکی نیاز دارین. مشخصات فردیتون و یه سری چیزها رو ازتون میپرسن، شما مشخصات رو باید بفرستین، اون مدارکی که باید بفرستین تا ریجستر بشین. وقتی که ریجستر شدین بهتون میگن که باید صبر کنید به مدت 1 ماه تا 2 ماه. وقتی نوبتتون بشه به ایمیلتون، همون ایمیلی که زدین و ایمیلی که براشون فرستادین، ایمیل میزنن که میگن میتونید بیاید چرختون رو تحویل بگیرید. به این صورت میتونید راحت رایگان چرخ داشته باشید. هدف من از این کلیپ میدونید فقط آگاهی رسوندن بود. خب فقط میخواستم یه حرفی بزنم، اینکه ما ایرانی‌ها توی غربت واقعا پشت هم نیستیم و این کلیپ رو درست کردم که یه کمکی بشه به کسایی که تازه میان به انگلستان، تازه پناهنده میشن یا حالا هر کسی حالا پناهندگی میاد یا تحصیلی میاد، بالاخره مکانش عوض میشه، سری سختی‌ها داره. اگر ما ایرانی‌ها بتونیم واقعا آگاهی برسونیم، یه سری کمک‌های حالا جزئی مثل همین چرخ گرفتن رایگان، خب هر کسی نمیدونه. واقعا توی یوتیوب من توی هر جای سرچ کردم هیچ ایرانی، هیچ بلاگری با اینکه میدونن نمیذارن. من نمیدونم چرا ما ایرانی‌ها پشت هم نیستیم، ولی امیدوارم یه روزی برسه که ما ایرانی‌ها پشت هم باشیم، چون واقعا کسای دیگه مال کشورهای دیگه من میبینم که همش پشت همن، هر موقع هموطنشون رو میبینن واقعا با هم دیگه به هم دیگه کمک میکنن، ولی ما ایرانی‌ها یکم کمتر کمک میکنیم. امیدوارم که من بتونم با کلیپام یه کمکی باشم برای کسایی که تازه مهاجرت میکنن و زندگیشون یکم راحت‌تر بشه. خب ممنونم که تا انتهای کلیپ رو تماشا کردین. اگر که این کلیپ براتون مفید بود، دوست داشتین یه لایک کنید، کامنت بذارید برام در مورد نظراتتون. تمام کامنت ها رو من جواب میدم. ممنونم که کامنت هم میذارید. تو کلیپ های قبلی خیلی کامنت گذاشتین، ممنونم از تک تکتون. اگر حمایت شما نباشه کانال من رشد نمیکنه و من امید پیدا نمیکنم که کلیپ جدید بذارم. پس لایک کنید و سابسکرایب کنید که کانال من یکم رشد کنه. براتون کلیپ های بهتر میذارم، کارهایی که واقعا چیزایی که هر کسی نگفته رو میگم، تمام تجربیات خودم رو میگم بهتون که خیلی میتونه مفید باشه. بازم چریتی ها، خیریه های دیگر رو بهتون معرفی میکنم که میتونید راحت‌تر زندگی کنید. کسایی که تازه میان لندن یا انگلستان واقعا شرایط مالی خوبی ندارن، میدونم پناهندگی زندگی واقعا سخته، با یه سری کارا میشه بهترش کرد، میشه راحت‌ترش کرد. متاسفانه خیلی از هموطنامون ایرانیان نمیگن، مثلا طرف میره چرخ میگیره نمیگه واقعا به کسی دیگه که میتونی چرخ رایگان بگیری، یا لباس یا مواد غذایی یا هر چیز دیگه. امیدوارم که ما بتونیم همیشه تو غربت کمک همدیگه باشیم، به همدیگه کمک کنیم که بتونیم واقعا زندگی راحت تری داشته باشیم، به خصوص هموطنای عزیزم. دوستتون دارم. تا کلیپ بعدی شما رو به خدا میسپارم.